نفتم یک مخلوطه که باید جداسازی بشه. میدونید که نفت خامو میبرن تو پالایشگاه و جدا میکنن و محصولات مختلف به دست میارن. کوچکترین مولکول هایی که در نفت وجود داره گاز طبیعیه که از 4 تا اتم کربن تشکیل شده. نقطه جوش گاز 40 درجه سانتیگراده و این یعنی خیلی پایینه و زود به جوش میاد. برای همینه که اون تو محوطه عادی به صورت گازه. همین گازو فشردش میکنن، تبدیل به مایعش میکنن، میره تو کپسول برای مصارف مختلف و یا همینطور به صورت طبیعی میفرستن تو لوله ها برای مصرف شهری، صنایع یا هر چیز دیگه. اما بنزین نقطه جوشش میره بالاتر و میرسه تا 70 درجه سانتیگراد. مولکول‌های بنزین از 5 تا 7 اتم کربن تشکیل شده. بنزین بیشتر استفادهش توی ماشینالاته که هممون باهاش سر کار داریم. نفتا بعد از بنزین قرار میگیره. سوخت خوبی نیست ولی یک مولکول خیلی به درد بخوریه. نفتا از مولکول‌های هیدروکربنی یعنی هیدروژن و کربن تشکیل شدن که میتونن تبدیل بشن به پلیمر و از پلیمر هم انواع پلاستیک تولید میشه. ماده‌ای که بیشتر از نیمی از محصولاتی که ما هر روز استفاده میکنیم از اون ساخته شده. بعد از نفتا کروسین وجود داره که ما بهش میگیم نفت سفید. قدیمی‌ها یادشونه که نفت سفیدو میریختن توی بخاریا، اما در حال حاضر سوخت گرونیه. در موتورهای جت و موتور راکت‌ها حرف اولو میزنه. تو بیشتر نقاط دنیا به نفت سفید میگن پارافین، همون مایعی که تو این فانوس‌ها هم میریزن. بعدیش دیزل یا همون گازوئیل خودمونه که بیشتر در کامیون و ماشینالات مختلف استفاده میشه. دیزل قدرت انفجاری بنزین رو نداره، برای همین با فشار منفجر میشه و اگر میخواین بیشتر متوجه بشین سوخت دیزل چطوری تو موتور کار میکنه این ویدیو رو ببینید. بعد از دیزل میرسیم به رزیدو که یعنی بقایای باقی مونده یا مازوت، یک سوخت سنگین روغنی مانند. از مازوت هم در بعضی نیروگاه‌ها و کشتی‌های مختلف استفاده میشه. مازوت میتونه به انواع روغن هم تبدیل بشه، مثل روغن چرخ، روغن موتور، گریس یا چیزهای دیگه. از مازوت واکس‌های مختلف هم در میاد و پایه رنگ‌های روغنی هم در میاد. فکر کردین مازوت آخرین محصول نفت بود؟ نه، بازم هنوز یک محصولی اون ته میمونه، بیتومن، که اگر به فارسی ترجمه کنی میشه قیر. اگر شما نفت رو یک گوسفند حساب کنید، قیر مدفوع گوسفنده که به عنوان کود استفاده میشه. منتها قیر کود نیست، یک ماده کلفت سیاه رنگه که تمام جاده های دنیا رو آسفالت کرده. آسفالت رو که میدونید، شن و ماسه رو با قیر قاطی میکنن، آسفالت به دست میاد. شن و ماسه های مختلف، آسفالت های مختلف. آسفالت مدرن هم که کلیپش رو تو چیزومی ساختیم، لاستیک هم که از نفت به دست میاد با آسفالت قاطی میکنن و آسفالت های بی صدا به دست میاد. آسفالت هایی که وقتی ماشین روش راه میره صدای لاستیک خیلی کم بلند میشه. قیر یک حسن دیگه هم داره، یک چیز خوبه برای آب بندی. برای همین از قدیم برای آب بندی سقف‌ها استفاده میکردن. همه اینها که گفتیم از همون نفت خام که از زمین کشیده میشه تولید میشه. برای همین هم هست بهش میگن طلای سیاه، یعنی دورریز نداره. حالا هر کدوم از این قسمت ها خودش یک دنیاییه. مثلا همون نفتا که ازش پلیمر به دست میاد خودش یک دنیای خاص خودشو داره. هزاران محصول ازش به دست میاد، از بی کیفیت ترین لاستیکا و پلاستیکا تا با کیفیت ترینشون. میلیاردها ماشین در روی زمین داره راه میره، همشون سوخت بنزین رو میخوان. هزاران هواپیما در روز پرواز میکنن، همشون هم نفت سفید احتیاج دارن. اما نفت بیشترین استفادهش نه بنزینه، نه گازوئیله، نه چیزای دیگه، بلکه همون شاخه نفتاه که بی نهایت مواد مختلف پلاستیکی ازش تولید میشه. کامپیوترتون، موبایلتون، لباساتون، قطعات ماشینتون و خیلی چیزهای دیگه از این پلاستیکا تولید میشه. اگر دور خودمون بچرخیم میفهمیم که چقدر این محصول تو زندگیمون تأثیر داشته.
امیدوارم متوجه شده باشیم که چرا به نفت میگن طلای سیاه و چرا جنگ ها و خونریزی ها برای به دست آوردنش اتفاق افتاده. نظر شما چیه؟ اول از اینکه باید لیستی که تو آرشیو CIA وجود داره و نشون میده که بیشترین ذخایر گاز دنیا کجاست. طبق این لیست اولیش که تمام دنیاست هیچی، یعنی در اصل اولی روسیه است، دوم ایران، سوم قطر، چهارم ترکمنستان و کلی دیگه کشورها وجود دارن. کمترین گازو تو این لیست آفریقای جنوبی داره، تو رتبه 104 هم قرار گرفته. من نمیدونستم CIA تو کار نفت و گاز هم هست. لطفاً کامنت بدید. صبر کنید. نفت کانادا و آمریکا هم میشه مثل ونزوئلا، ولی اونها صبر نمیکنن. بس که عجولن. من از موقعی که یادم میاد میگفتن که 30 سال دیگه نفت تموم میشه، ولی این 30 ساله هیچی ازش کم نمیشه. همیشه میگن 30 سال دیگه تموم میشه. تازه هرچی میریم جلوتر کشفیات بیشتری میشه و ذخایر اندازش میره بالا. اما هرچی میریم جلوتر احتیاجمون به نفت کمتر میشه و دلیل اصلیش هم محیط زیسته. میگن سوختهای فسیلی داره کره زمین رو گرمتر و گرمتر میکنه. در حال حاضر میخوان مصرف نفت رو بیارن پایین و بیشتر رو گاز طبیعی حساب میکنن، یعنی یک سوخت فسیلی دیگه، البته با آلودگی‌های خیلی کمتر. باید بدونید که تمیزترین سوخت فسیلی گاز طبیعیه که مراحل ساخته شدن اون هم همون مثل نفته. امروزه با گاز طبیعی هر چیزی میشه ساخت. هر چیزی که با نفت میشد ساخت با گاز هم میشه، مثلا مواد پلاستیک. الان که میدونید بیشتر چیزها داره الکتریکی میشه، یعنی سوخت دنیا داره میره طرف برق و گاز طبیعی در این راه نقش مهمی داره. تکنولوژی داره میره به طرف موتورهایی که با گاز طبیعی برق فراوون تولید کنن، مثل این موتور جت که بهش میگن توربین گازی. با گاز طبیعی کار میکنه و برق خیلی فراوونی رو تولید میکنه و تازه حرارتی که از اگزوز این موتور میاد بیرون تولید بخار میکنه و دوباره برق تولید میکنه. این روزها موتورهای جت فقط رو آسمونا نیستن، تو کارخونه ها هم دارن برق تولید میکنن. برقی که با گاز طبیعی به دست میاد و تازه از گرمای اگزوزش هم انرژی میگیرن. اگر میخواین طرز کار این موتورهای جت رو ببینین، اینجا کلیک کنین. این کلیپ رو اگر ببینید طرز کار این موتورهای جت و بازیافت حرارتش رو متوجه میشین.